یک روز پیش از عید قربان روز عرفه است، 9 ذوالحجه. روزه گرفتن در این روز فضیلت های خیلی بزرگی دارد. هر فرد مسلمان می خواهد که گناهان گذشته و آینده او بخشوده شود. پس اینک برای شما یک فرصت خیلی بزرگی هست. این را غنیمت بدانید. با روزه گرفتن یک روز، یعنی روزه گرفتن روز 9 ذوالحجه، گناهان سال گذشته و سال آینده شما بخشوده می شود. حضرت ابو قتاده رضی الله عنه از جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت می کنند که از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم درباره روز عرفه سوال کردند. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند روز عرفه کفاره گناهان سال گذشته و سال آینده می شود. روایت مسلم. پس از این معلوم می شود که با روزه گرفتن یک روز، یعنی روزه گرفتن 9 ذوالحجه، گناهان 2 ساله بنده بخشیده می شود. پس این فرصت را غنیمت بدانید و حتما این روز را، یعنی 9 ذوالحجه را روزه بدارید و فراموش نکنید. این پیامی که الان میشنوید حتما این را به دوستانتان هم فرستید و در ثواب آن شریک شوید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.